چند تا از شایع‌ترین آنتیبیوتیک هایی که باید بشناسی قسمت دوم. سفتریاکسون جزو نسل سوم دسته سفالوسپورین هاست و معمولاً بیشتر توی پنومونی و مننژی تجویز میشه. اسهال و واکنش‌های آنافیلاکسی جزو شایع‌ترین عوارضش هستند. ونکومایسین برای درمان عفونت‌های شدید ناشی از باکتری‌های گرم مثبت استفاده میشه و اختلال کلیوی، اختلال شنوایی و سندرم ردمن که یه واکنش پوستی ناشی از تزریق سریع ونکومایسین مهمترین عوارضشن. پس حتما باید تزریقش حداقل یه ساعت طول بکشه و وضعیت کلیه و وضعیت شنوایی قبل و حین درمان بررسی بشه. سفتازیدیم هم مثل سفتریاکسون جزو نسل سوم دسته سفالوسپورین هاست. برای درمان عفونت‌های سودوموناسی مثل عفونت ریه استفاده میشه و شایع‌ترین عوارضش راش پوستی و اسهاله و همچنین قبل از اجرای این دارو حتما باید آنزیم‌های کبدی بیمار چک بشه. ایمیپنم جزو دسته کارباپنم هاست و بیشتر برای درمان عفونت‌های مقاوم چندگانه مثل سپسیس استفاده میشه. عوارض مهمی مثل تشنج، کاهش هماتوکریت و هموگلوبین داره و کرات سرم و آنزیم‌های کبدی رو هم بالا میبره.